علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم گفتی ولی ما در پایان بودیم. زنده و سلامت باشی برادر. خسته نباشین. تشکر برادر عزیز. امجد برآمده میگیم کم ترک صحبت بکنیم با مردم. درباره رحمان فهم کمی صحبت کردیم، درباره حکومت، درباره آینده حکومت چی میسازیم صحبت کردیم، درباره ده مخالف در خونک صحبت کردیم. مردم تصمیم بگیره برادر عزیز. من گفتی برادر محمد اقبال توکلشون به خدا، اگر یگان دعوا داشته باشن همین روزی سپس من زیاد دلیل ها دارم که میتونم که یگان کارشون بکنم. نه که من مثال نتونستم اونا من تهمت کردن که من قاچاقبرم، اونا تهمت کردن که من تلفن اونها را گرفتم. من در نزد قانون امجا در نزد پرکرار گفتم که اگر اینها دلیل دارن من آماده هستم که در نزد قانون جواب بدم. یگان مشکلی نیست. من گپی زیاد گفتم نمیگم. من آماده ام در نزد قانون جواب بدم. تنها با فکت با دلیل باشه. اینا تنها گفتم تهمت میکنن. من یک مخالف هستم، میخوام که ای دست پای من بکشن. خلاص. این نفر گفتم 4 سال در روسیه بگیم مبارزه بود. دختری بگیم که یک وزیری تاجیک دشنام تحقیر کرد، نبردن ای روسیه. مثال من شک دارم در مبارز بودن این انسان. یا که دیگریش سابق میگه کگب بودم یا که امنیتی بودم. مثال این نفرها من این دشنامه ها، این تحقیرها، این اوگراژتون دارن که مطرح میگیریم روانت میکنیم. مثال این زبس ها مرحمت کنید. من گفتم که تو زاوله انت میگیری وقتی که اونها بگیم نتونستن یگان کار کردن. من گفتم من میمونم مشالی هیچ چیزا بمون. اگر دعوا میکنن من یک برنامه میکنم، دعوتشون میکنم، میگم که توکلتون به خدا بره خدایا برنامه کنه برین مبارزه ببرین. نه که من در برنامه من خطی من باید نباشه شما. خلاص. انا اگر گفتم یگان پرتنزیا بکنن دالش دوام میتیم. غیر این صورت من میتونم که زاوله ما بگیرم. با مرور زمان ببینم که نفرها یگان چی نمیگن دیگه، بگیم که من نمیخوام که یک نفر من لااقل فایده‌ام نمیرسه زلالم برسه. زنده و سلامت باش. حالا در مخالفت متاسفانه امروز اشخاص پیدا شده است، نه تنها اشخاصی که بنو خونک شاید عریضه نویسی میکنن. امروز حتی بعضی از اون اشخاصی که افکار دارن در بین مخالفان و علاوه بر این مقام و رأس دارن در بین مخالفان نیز به عریضه نوشتن به اتهام زدن به یک برادر دیگر خوش هستند، ولی وقت نشان میدهد و انشالله که حق به حقدار میرسد. در مسئله این دو نفری که بسیار واقعا هم در طول چند سال اخیره که مخصوصا از زمانی به اروپا پوشون رسید و متاسفانه تا زمانی که اینها در همین مخالفت اروپا نبودن بین برادری و برابری موجود بود و هیچ اختلاف و دشنام و حقارت و پشت یکدیگر لطمه زدن موجود نبود. اگرچه اختلاف ها بین حرکت سیاسی گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موجود بود، ولی ما هیچ وقت در پشت یکدیگر حرف نمی زدیم و هیچ وقت در پشت یکدیگر شکایت عریضه نمی نوشتیم و هیچ وقت زن یکدیگر را دشنام نمی کردیم، هیچ وقت مادر یکدیگر را دشنام نمی کردیم و همیشه در کنار یکدیگر بودیم و منظور که در پشت پرده در حالتهای مرگ و یا اینکه نشستهای عمومی که غیر سیاسی بودن ما با همین نشستیم و مشکلی نداشتیم. در توی ها، در خرسندی ها، در روزی مرگ و در روزی دلتنگی هم در کنار یکدیگر بودیم و هیچ مشکلی بین ما موجود نبود. ولی از زمانی که این دو اشخاص آمد متاسفانه در راه مبارزه اول خب برادر ما رفیقم که پرید. خب спасибо. Нас поддерживает. Ставьте, ребята, лайки, поделитесь трансляцией и спасибо. Я чанд нафарҳои шуносорам бигем ки ба забони русӣ инҷа комент кардиян, навиштиян.
دستگیری دارن. ما خیلی شاد میشیم که ما را نفرهایی که میشناسن دستگیری میکنن، یا را رفیق‌ها یا که نمیدونم شناسهای روسکاگاواری شیمو بگیم که ما را دستگیری دارن. خب برادران گرامی قدر، این برادر برآمد نگاه بکنید که ما باید چیکارها باید بکنیم. مردم بختون شما سوال بتین که با خاموش ایستادن باور بکنید ما یگان جا را نمیگیریم، وقت میروه خلاص. بیایید برادرای عزیز سر یک مسئله بیاییم، بیایید نقشه ها کشیدگی تیارن که ما چیکارها باید بکنیم. نقشه در کار نیست، تنها نفرها در کارن. شما نباید در برنامه ها صحبت نکنید برادرای عزیز. کسانی که واقعا میخوای یگان کار بکنید در واتساپ صحبت بکنید برادر عزیز. انشالله که ما نفرها را داریم، جمع داریم، بگیم که نفرهای باید باشن که یگان مشکلی نداشته باشن، یگان خطری نداشته باشن، ما بتونن تاجیکستان برون بر بگردن. ما اگر برادر عزیز نگاه بکنید که اگر ما بریم در گفتم برادر محمدی بولکم سری پاورات ما را میقطن در می گرنچه پولشا. خب این برادرمون دوباره اومد. سلام علیکم. من نمیفهمم از کجا گپ ما یا آوازمو خاموش شد. من متاسفانه مشکل اینترنت دارم، نمیفهمم که از کجا خاموش شده بودیم. یک دفعه زنگ زدم پرید یا که خیلی نه من در کامپیوتر زنگم بیا نمیپرد، ولی چی مشکلات اینترنتی. من اصلا چند مدت میشه این مشکلات اینترنتی دارم. در وقتی پخشای مستقیم خدمتم گو این مشکل به میون میاد. خب بالاخره این دو نفر تو اون درجه کارشون اومد رسید که در نقطه اول اینا خب با اندازه در یک برنامه به نام خب اسمش دراماتیجی بود اگر اسمش اشتباه بله در همون برنامه که از جانب بچه‌ها تشکیل کرده شد در اون نقش گذاری میکردن، صحبت میکردن و بالاخره اینا کم وقت شهرت گرفتن، صحبت کردن، برگشتن اومدن تعارض کردن رو در مقابل همین مخالفا. یک روز من در یک برنامه میگذروندم، در اونجا با دکتر هاشمی صحبت میکردم که از عالمان برجسته کشور ایران که سنی مذهب است و واقعا هم بسیار انسان مشهور و دانشمند است. در موضوع حجاب صحبت میکردیم و همون زمان من چون برنامه دفاع از حجاب بود نمیخواستم اشخاصی را بیارم در پخشای مستقیم که غیر از مثلا دینی و این حرفا صحبت میکنن. اما در اونجا ما حسین اشور رو پیوست شد و گفت که نفر جمشید در پایان است. اگرچه من اون رو میدیدم خب در اینجا مرا اسم او را گرفتن، خب گفتم که پس اسمش گرفتن شخصیتش نااحترامی نشه و من به این خاطر او را بالا آوردم. در همونجا برآمد در مقابل دین ما، در مقابل حجاب ما و در مقابل مثلا حرفای بدی زد که دیگه من اون ویدیو را کاملا قیچی کردم، مثلا پرتافتم برم. یعنی بعد از اون برنامه کردن که من او را از نوار بیرون کردم، برآمد مثلا به دشنام کردن آغاز کرد. ببینید ما کاری کردیم و که در حرکت سیاسی گروه 24 بعد از اون مشکلاتشو که با بوجان 88 شد و اون یک خانومی را که اینا بدنام ساختن، از اونجا از حرکت سیاسی گروه 24 بیرون شو کردن و یک تعداد از برادرای دیگر در دیگه اطراف برای اونها جا دادن و اشتباه همین جا بود که باید به اینها منبر دادن نمیشد. از یک جا بیرون شدن این باید آخرین نقطه می بود و دیگران میدونستن که این ضربه میخوره، رفتن در اون طرف یک نفر دیگه جاشون داد و بعد از یک مدت با اونها جنگ آغاز کرد. این طرف گشت اومد با در دیگه طرف رهش دادن. حالا برگشت است اومد است باید در طرف دیگه رهاش میتین. مشکل مخالفت ما امروز همین است که در هر جایی که یک انسان یک مخالف بد گفت، اون نفر دیگر به خاطری که این مخالف دیگری را که او خوشش نداره بد بگه او را پیوست میکنه. وگرنه چی نیاز است اینا را پیوست کردن؟ اینا بدنام سازی میکنن. مگر کسی که
یک نفر ببینید همون روز یک نوار دیگه نشر شد که یک قصاب بیچاره را زنگ زده است که تو برای 4 گوسفند بکش، من کارمند سفارتم. آخه ما با مردم عادی چیکار داریم؟ با زندگی مردم عادی ما چرا باید دخالت کنیم؟ مگر مبارزه ما در مقابل رحمان و حکمتداران نیست؟ مگر این قصاب، این دهقان، این حکمتدار بود مگر که باید 4 گوسفند را بکشه ببری؟ یا یک زنگ زدن با اون زن که من ترا کمک میکنم، از سفارتم فلان و بسمدانم بیا در مقابل فلانی ویدیو کو. اون زن خودش کمک طلب کرده است، طلبنده است. اگر با چی نگاهش کنیم؟ با کمک نیاز داره. تو کی هستی میره شأن و شرف و آبروی یک مخالف رو پس میکنی؟ آخر میگردن که مخالف، اسم مخالف بد. و این طور که نمیشود مبارزه را پیش برد. باز پس میبره در منبری بزرگ مخالفا با جای داده میشود، در همون جایی که بدترین فحاشی انجام دادگی است. ولی این طور نمیشود. چرا در پخشان مستقیم براش جار میگیرید؟ اگر اینا در بری برادرای مبارز قرار نگیرن، اینا را هیچ کس اعتراف نمیکند و مخالفشان هم نمیشمارد. همون طوری که خودت گفتی، اون روز بازم محمد اقبال قبولش کرد در پخش مستقیمش، اون روز دیگر شوکت قبولش کرد در پخش مستقیم. قبول کردن اینا چی معنی دارد؟ کسایی که شأن شرف و ناموس مبارز از بین بردن، کسانی که این مبارزه با مبارز دیگر جنگ داختن، کسانی که بنگ را در راه مبارزه رواج ساختن، کسانی که حقارت دشنام عادی ساختن در مابین مخالفا، امروز میبره با مادر هر یک مخالف دشنام میکنه، زن هر یک مخالف حقارت میکنه، با پیش میره رنگ موش برین میگریزه، میره و عریضه مینویسه. این کار کی است؟ کار یک مبارز همین است، کار یک مجاهد همین است. مگر اگر امروز در کدام منبر که از این پس جای داده شدن باید بیایم بگیم که اینجا برای اینها منبر داده شد، من از همین جا میگم به تمام برادران گروه 24 که به این کثافت ها منبر ندید. از این طرف به محمد اقبال صدرالدینم که دیگه به این کثافت منبر ندید. یا اینکه شوکت محمد اگر بار دیگری که منبر دادید، پس شما سبب بدفحاشی همین مخالفا و بدنامسازی همین مخالفا هستید. شما چون دو تا بنگی و حنگی و بدمعاش و کثیفی را که میبراین آبرو و شأن شرف مبارزه پس میکنن براشان جا میتید. کار شما است. پس شما تبلیغگری همین میشوید. پس من یک سوال کرده است، یک جمعه حرف زده است برود. نه، این در بر تو چهره میگیرد و یک نفر به اعتماد باوری میکند. اینا باید گم کرد از این رو، در برش حتی قطعش سلام نکرد این نفر رو، چون اینا همچون یک مخالف باید کسی نشناسد. بله، این طوری باید نمیشود. شما را کی مسئول گذاشته است؟ یک زنی بدمعاش بگیری برای در فلان جا برای فلان نفر ویدیو و کامیرا کن، یک زن دیگر را ببری فلان جا دنبال کسی دیگهش بمونی که برای فلان کار را انجام ده. شما کی هستین اصلا؟ شما را کی مسئول کرده است در مابین مخالفان باید بازی بیاندازین؟ من برادر عزیز یک چیز همینجا میخوام بگم، نگاه بکنین که واقعا همین کارهای خطاگی که دارن اینها میکنن. طور مثال بابای قند، یک بلاگر، یک نفر پستوید کردن، چه مردم به ما اعتماد بکنه که ما همه خیلی کارهای نمیدونم یک کارهای میکنیم که غیر انسانی است. بچه مردم ما را بگیم که دستگیری بکنه. به همین خاطر باید این چیزها این بروان این نفرها را خچون کانال بکشن، بروان نمیدونم کینو کردن بگیرن، اگر مشکلی نیست. نکی باید برادرای مخالف باید، نه من فهمیدم که در پشت اینا یگان کس نیست. من فکر میکردم که برادر اشرف اینا دستگیری میکنه یا که نهضت اسلامی تاجیکستان اینا دستگیری میکنن. یکی من متاسفانه در پشت اینا یگان نفر ندیدم، یگان نفر اینا دستگیری هم نکرد. اینا هم دو سه نفر بودن، باید تا دیگهش بگم که با دستاش تکید رو برادر عزیز من خطی اینها نیستم، کمک هم کردگی نیستم، این نیتی کمک هم ندارم. مثال تو من خوش نکرد، مثال من این چیزا رو دهن همون انسان ها فهمیدم. به همین خاطر
تا همین محل من فکر میکردم که برادرای نهضت یا که برادرای 24 بگم اینا را دستگیری میکنند که اینا را یگان نفر دستگیری نمیکنند. ایس پس خواهش شما را همین است که برادرای عزیز کسانی که برنامه میکنه خواهش میکنیم که همین نفرها را قبول نکنید. تصمیم در دست شما. ما اگر قبول میکنین من در اوجا نیستم اگر شما جمشید قبول دارید، برای که جمشید یک نفری است که دشنام تحقیر پادستوا کردن برای بگیم مردم، این تنها پادستاوید میکنه دشنام میکنه یک آدمی که دستگیریش کردگی من همین جمشید برای بگه که من همین انسان دستگیری نکردم، همین که چیزی گفته من سخن اینا نشکستم. همین نفر اومد بماند نمیدونم ای دختر ای مادر ای خواهر ای همه چی ای برادر ای همه دشنام کرد، با وعده داد که من نوار میکنم که من بخشش ایتنه ای دیگه انسانات میپرسم لیکن من ندیدم. همین نفرها گفتن که ما بگیم که قطعی خودت توکلت به خدا که ای بگیم ای اولاد ای فرزندها ای برادرت ای مادرت ما بخشش میپرسیم، لیکن من ندیدم. من همین روز برنامه کردم خواستم که همین 2 نفر بیان صحبت بکنن. شما حق داره همین روز صحبت بکنه، غیر این روز دیگه شما حق نداره که در برنامه من صحبت بکنید. من همین روز برای همین شما همین برنامه را 1 هفته پیش اعلان کردم که به همین شما صحبت بکنیم همین چیزا خاتمه بیاورد. شما فکر نکنید که من دشمن شما، من دشمن شما نیستم، شما دشمنی کردید. اگر شما زایولینی نمی‌کردید من یگان چی نمیگفتم. شما تهمت کردید نسبت من یک برادری مخالفه. اینو نگاه که برادر عزیز چخه آوردن تو قوری کردن که اینجا فاروق یک نفر بتکو بردن زندانش کردن. همون نفره خب بگذار این نسبت خود عریضه نمی نوشتن. خود مثل شوکت جان برین بعد در برنامه منبرشون میداده که می برومدن صحبت میکردن تو اینه که دیگر مخالفا را دشنام و تحقیر کنن و یا اینکه در اینجا آبرو بگیرن و فردا برن باز هم یک دهخان دیگر را 50-100 هزار دلار دیگه ضرر بتین و یا که چند نفر دیگه را پول مالش رو بگیره. خب تو هم دیگه همون کار را میکنی که دیگه رو میکنن. هدف ما اصلا اینجا اون نیست که اون کسی را تأخیر و دشنام کرده یا کسی نسبت کسی عریضه نوشتهش. هدف ما اینجا یک چیز است. هدف ما اینجا است این آبرو و شأن شرفی همین مبارز و مجاهد پس نکنه. یک نفر وقتی مبارز دید بدونه که هیبت مبارز چیست. احساس بکنه در چهره یک مبارز یک صداقت، رفاقت و انسانی را ببینه. اخی وقتی اومد در چهره مبارز یک انسانی کثیفی مثل جمشید بنگی و هنگی را دید که همه را زنگ میزنه فریب میکنه، در چهره یک مبارز مجاهد چی میبینه دیگه؟ با من ته دیگه چه اعتماد کنه؟ میگه همین مثل اوناست. چون زبانی من را شاید نه همه مردم بفهمه که بیا با من صحبت کنه. زبانی سوداتر را میفهمه. کی را گوش میکنه؟ جمشیده. چون فکر میکنه که شاید من با اون برادر صحبت نکنم. میاد کسی را با او گوش میکنه که همسطحی او است و او با او که اعتماد باوری میتیه. این همین اشخاصی که در او منبر داد، کسانی که این راه هموار ساخت، این راه کی آغاز کرد. ما دیگه برادرایی که در جبدن برادری خودت و امروز اومدن این راه هموار شد و شما وقتی اومدید در اینجا منبر و در اینجا مخالف بود، شما در قطار همین مخالفا رفتین دیگر و شما رو همین طور شناختن مردم. و اگر همین راه تشکیل نمیبود، همین راه تشکیل نمیشد، اولو همینجا به همینجا می اومدن همین بچه‌ها میرسیدن همه. 100%. وقتی که ما راه هموار کردیم یا تعداد انسان‌های کثیفی مثل این همین 2 نفر اومدن و این راه‌ها را چیکار کردن؟ غلیظ کردن، کثیف کردن. برای اساس ما باید برای اینو منبر نتیم، از راه مبارزه گمشون کنیم. یگانه هدف این جای ندادن به این همین اشخاص است. من از کسی دیگه هیچ طلب دیگه ندارم. فقط طلبم این است که شما به این همین اشخاصی که به شأن شرف مبارز، به آبروی مبارز لطمه میزنن جا نتید. مهم نیست که کدام مبارزه. من همه انسان در پخش مستقیم در یگان جا در یگان تاش دشنام کردگی نیستن. در یگان جا در پخش مستقیم در هیچ جایی. فقط اینه که
یک برادر مرا همینجا کش کرد، گفت هر کسی که مرا تهمت کرده است من تهمتچی را فلان کنم، در حالی که من تهمتش نکرده بودم. میشود گفت که اون مرا خورد نکرده است. ولی به هر حال اما وقتی که من میبینم همین انسان میبروید تمام بدمعاشی را میکنه، بچه ها را بنگی و خنگی کرد، حالا من چگونه رفتار کنم؟ من دیلم بر راه میسوزه. یک دهقان میویه میبینه که 4 گوسفند کشته است، کی است؟ اسم مخالف. او دهقان فردا به من چگونه اعتماد کنه که من میام قدرت میگیرم؟ با او دهقان ما چی میتیم؟ یا که یک مادر تاجیک، اونمون مادری که اومد برای کمک طلب کرد از کانالو که من نادار هستم، یک انسان دیگر بیاد چی ببینه؟ اول هزارها نفر دیگر هم شاید فریب کرده باشد که من تو خبر نیستی. بله ضربه زدن به نمایندگان حکومت و حکومتداران مشکلی ندارد. تو پسر یک حکومتی را دعوت که برای یگان ضربهش بزن، من میگم که کاری درست کردی. تو با یک انسانی که اصلا خودش محتاج است، دهقان است، بیچاره گوسفند داره در یک جا در روسیه با دهقانی مشغوله، تو با او چی کار داری تو آخه؟ اکید باید مردم دیگه بگیم که مخالفین تصمیم بگیرن که به همخیلی نفرها میتونن که مبارزه ببرن. ولی من فکر میکنم که بچهای گروه 24 من خفه شدن که من گفتم که اگر شما جمشید دستگیری میکنید من دیگه بگم که در کنارتون نیستم. من دیدم که جنگ‌دبر جمشید یگان نفر نبوده است. بگیم که من خطی برادران دیگه در برنامه‌تون هیچ سپاس در هر یک برنامه‌تون من در برتونم برادرای عزیز، من پروست تصمیم گرفتگی بودم که یک مدت در برنامه‌ها نبرم، یگان چیز نگم. ای سپاس برادرای عزیز، ما برادر خونی، من یگان جیداگی نمیکنم، نه حضرت نه 24 نه یگان تشم. من میخوام که ما یک قدم پیش بریم. من میخوام سر یک مسئله بیایم همه کسا کمتر پیش بریم، نه که متاسفانه این چیز نشیده شده. خواهش میکنم که ما برادرای عزیز باید ما یک کار بکنیم که همین برنامه مونه یک سالش نمیدونم 6 ماهش باید ما یک استراتژی بکنیم و بکشیم و به مردم پیشنهاد بکنیم که مردم ما 6 ماه بعد اگر همین کارها را بکنیم موفق میشیم. به همین خاطر مردم هم میبینه که اگر دوران مردم میپیونده با ما، همون با همون سخیمه بگیم که ما رفته شدیم دیگه، بگیم که انقلاب هم نزدیک میشه. وقتی که ما برنامه‌مون زیاد پیشنهاد میکنیم برای مردم میگن تنها اینا صحبت میکنن خلاص. من میگم برادر عزیز، برنامه هست، تنها مردم نیست. مردم باشه برنامه تیارن میرن سر کار، نکی همون نفر نیست. من یکم زیاد بگیم دیگه همون حزب‌ها یا حرکت‌ها یا گروه‌ها را میگفتم که اینا شما هیچ کار نمیکنید. نکی من فهمیده هستم وقتی که شما برادر عزیز، کسانی که ما را میبینی میاید در جای من نشینی، بگم این طرف اوست نمیبینی، بعد دیگه بگم که در این سوال‌هایی که میتی کو بعد همینا جواب تخدت میگیری دیگه، بعد نمیخوای که یگان چی بگوی، برای که تو خودت دیده شدی که چی گپه. اگر همینجا من ببینم که 10,000 آدم خطی من صحبت میکنه، من چی میدونم که خطی محمد اقبال 20,000 صحبت میکنه، یا خطی اشوروف، یا که خطی نمیدونم نهضتی ها. وقتی که میبینی که در اینجا خطی من مثال 10-15 نفر صحبت میکنه، از نشه خطی به 50-100 نفر صحبت میکنه. اگر خطی من 50 نفر صحبت میکنه، از نشه خطی به 200 کس صحبت میکنه. زیاد نیست. به همین خاطر ما خواهش میکنیم که دستگیری بکنیم، بیاین صحبت بکنیم، بیاین سر یک مسئله بیاین بریم یگان کار بکنیم. اگر همینطور خاموش میستیم باور بکنیم وقت میگذره، بعد رستم بعد احمالی رستم یا بعد رستم همینطور شاهایش دولت شاهی میکنن، تمام دیگه من شما دیگه نمی گفتن میگیریم خلاص. تازی وقتی سرنگون کردن رژیم رحمان فای باور بکنیم همه بنده همین گپ چند بار شد میگیم برادر عزیز نگاه کده همه بنده. اگر ما مردم بخیزیم برادر من خارج میشم، زیاد وقت ندارم چون برام باید برم کار میره و لکن نیم ساعت میشه زیادتر در اینجا شدیم، مشکلات اینترنت من. شما دیگه به هر صورت برنامه دارین طولانی تر میرین
من دیگر زیاد وقتتون نمیگیرم، فقط همینقدر چند دقیقه خواستم صحبت کنم. خب در اون موضوع صحبت داشتیم، خواستم در اون چند نقطه ذکر کنم، ولی به هر صورت دیگر وقت کوتاه است، خارج میشم. ان شاء الله که در برنامه بعدی حتما می‌دونیم صحبت میکنیم. و یک بار دیگه از تمام برادران خواهش میکنیم که هر اشخاصی که در همینجا در پخش‌های مستقیم یا نسبت یک مبارز، یک مجاهد حرفای بد میزنند، لطفاً در برنامه‌های دیگری در پخش‌های مستقیم دیگری از آنها پذیرفته نشود و همین طریق قطعی ما اتحاد سرجم میشویم و هیچ گونه بدبینی را نسبت یک دیگر راه نمیدیم. و اگر که غیر آن شد، مطمئن باشید که همین گونه در مقابل شما برنامه و نقشه میکشند و شما را بد میکنند. ما در طول همین 10 ساله تاریخی که ما به خارج اومدیم نشان دادیم که و دیدیم که کی چگونه بازی میکنه در این میدان. ما هزارها بازی ها را دیدیم، حتی دیدیم که اشخاص اومدن در برای یک حرکت، برای راهبر یک حرکت حرفای بد و قبیح زدن، ولی فردا دیدیم که باز اومد یک نفر دیگه گفت که نه، ما ایرا برنامه دارم، من نقشه کشیدم، با نقشه ما کار میکنه، راهش بتین. ولی بود دیدیم که دین بورا بود هم رو غلط کرد و همین انسانی گفت ما ایرا آوردم، این با نقشه ماست، برعکس او با نقشه ای کار میکرده است. یعنی همین انسانی که گویا که او را بازی میدارونه، همون بازیگر ایرا بازی میدارونه است. به همین اساس او کسی که یک بار یک کار بد گفت، دشنام کرد، تحقیر کرد، این بار تکرار میکنند و باید اشخاصی را در کنار خود داشت که او آبرو و شان شرف و عزت یک مبارز، یک مجاهد حفظ میکند. من امروز در همین راه مبارزت دیگر نمیدونم که کی را برادر و کی را مجاهد و کی را مبارز بشمارم. مبارز شماریدن و مجاهد شماریدن امروز بعضی ها را باور کن دیگر قهرت میکنه، اسمشون بگیری، نمیدونی به کدام راه ها مشغولن، تمامی کارهای بد معاشی را میکنن و میگن که من یک مبارز، یک مجاهدم. این گونه راه قطعی نمیشود منتظری اون بود که برای تو نصرت میشود. نصرت تنها از جانب پروردگار است. برای این نصرت به دست یافتن باید راست بود، راستگو بود، راست قول بود و هدف باید معین مشخص باشه و برای او باید مبارزه بود. و ما امروز اومدیم شیشتیم برای اصلاح این 4 گونه کسایی که در دام این گونه به اسم مبارز افتادن، رفتن بنگی و حنگی شدن و امروز برمدن یکدیگر دشنام کرده گشتن. به همین اساس باید ما و شما دنبال اصلاح یکدیگر باشیم و از بار دیگر خواهش میکنیم که برادران و خواهران گرامی، و اگر شما هر کسی نسبت شما هر کاری کرده است بخشیدنی است، ببخشید، ولی همین اشخاصی که یک مبارز را یا حقارت کرد در پخشان مستقیم، من دیدن همو را نمیخوام و شما هم دیدن همو را نخواهید. منم نکرده است ولی من دیگران را هم دشنام کرده است، نمیخوام در پخش مستقیمی همین گونه اشخاص را ببینم. یک تاجیک را فریب کرده است، نمیخوام که در بری برادر مبارزم یک فریبگر، یک قلاب ببینم، یک قلاب به اسم مبارز در بر یک مجاهد دیگر ببینم. این غلط است، این اشتباه است. آبرو و شان شرف خودتون میبرید. یک قلاب امروز میبره در پخش مستقیم، برای من باید چیکار کنه؟ وعده بتیه، برنامه بتیه، سوال بتیه، فکر کنه، بحث کنه. با اون قلاب چی صحبت کردن؟ با اون فریبگر چی لازمه صحبت کردن؟ با اونم به اسم مخالف. خب بس است دیگر این گونه قلاب ها و دزدها و کسایی که در راه مبارزه لطمه زدن و برنامه پیوست کردن. زنده و سلامت باشین برادر الماس. تنسیت سلامت. تشکر زیاد برادر عزیز. سلام علیکم. زنده باشین. خب برادران گرامی قدر، اینجا چند نفرها هستن، خواهش میکنیم برادران ما را تای چند نفر تماشا داره، خواهش میکنیم برادران تای 250 نفر، خواهش میکنیم برادران عزیز که لایکاتون رو بگذاره برادران عزیز، به طرف نباشه. خب اینجا چند نفر دیگه است، قبول میکنیم برادران عزیز. 7 + 70 بعد عثمان. همین وقت نامتون رو بگیریم برادران عزیز، بگیم که صحبت